جلسه با خانواده پهلوی تمومتون میکنیم. تمومتون میکنیم. تقسیم کردیم حرامزاده و غیر حرامزاده. متن ما دستی به آقای ناتانیاهو داده شد، یعنی در جریان کامل بود تا 2 بار جلسه گذاشت. پس از امروز نتانیاهو هر کاری میکنه دیگه خودش میکنه، ما پشتش نیست. خودش داره کار خودش رو میکنه. مگر اینکه تا هفته آینده در این تاریخ که این برنامه پخش میشه پالسی بفرسته، سیگنالی بفرسته که آقا من عذرخواهی کنم. باش کاری نمیشه. کنترل روم یعنی این